سلام، خوش اومدید به چنل خودتون. امروز قرار با هم دیگه بریم و یه سینو جلو بازو بزنیم، بعد تمرین کنیم و ببینیم یه قدم دیگه به سمت مسابقه نزدیک‌تر بشیم. خب ولی قبلش یه لحظه وایسید. خب اومدیم. قراره با این برنامه تمرینی خوب معلومه با این برنامه تمرینی خوب تمرین کنیم. یه برنامه تمرینی متوسط رو بالاست. خب یه سیستم دیگه قراره که تمرین کنیم. دویدن نفسم گرفت. بزن بریم وسطش هم قرار رو هم کلی صحبت کنیم در مورد خودم، در مورد هدفم، در مورد شما دوستان، عشقای داداش. بزن بریم که اولش گرم کنیم، بعدش شروع کنیم به تمرین کردن. بزن بریم لیتس گو. من مبینم و بعد 18 سال سن دارم، یعنی 18 خورده. تصمیم گرفتم تا 2 سال آینده، یعنی تا 20 سالگی برم روی استیج چی؟ استیج مسابقات فیزیک، یعنی زیبایی اندام. بعد خب اول راهم، یعنی تازه دارم شروع کنم، تازه دارم به رژیم و تغذیه‌ام و خواب و ریکاوری و عضله‌سازی و اینا اهمیت میدم. بعد قراره این مسیر رو باهاتون به اشتراک بذارم. کلا قراره با هم دیگه بهتر کنیم، با هم دیگه پیش بریم، بعد با هم دیگه توی باشگاه اینا تمرین کنیم. قراره خلاص کلی اتفاقات خوب بیفته. عرضم حضورتون که حالا بریم حرکت بعدی هم بزنیم، ادامه‌اش تو حرکت بعدی بهتون توضیح میدم. خب چه خبره؟ میدونی معلومه دیگه از مود به مود شدنم که خوردادی. حالا قرار بود چی بگم این آدم؟ در مورد وزنم صحبت کنم. ببینی عزیز دل من، اینو میبینی داشتم باش بالا سینه میزدم. این 15 کیلو یعنی چی؟ یعنی بذاریم چی؟ ببین اینجا رو ببینی، این چنده؟ این 2.5 خودش به تمام این قرمز نارنجی طوره. این ضربه چند کیلوه؟ این ضربه بزنیم افتاده اینجا. واسه میرم این ضربه رو 5 کیلو هم هر کدومش. خب یعنی عملاً یه 7.5 این ورشه و یه 7.5 این ور، یه 7.5 این ور، جمعاً میشه 15 کیلو. این از بعد باش داشتم فلای میزدم. ببینی این خودش 5 کیلو، این هم 5 کیلو، جمعاً 10 کیلویه. از اون پلاستیکی نیست، اینا خودشون از اون پلاستیکی چیز نیستن که کلشون مثلا 10 کیلو باشه. اینا هم طرفشون یه 5 کیلویه، جمع میشه 10 کیلو. و خلاص این هست. یه وزنانم بودم توضیح بدم که ببینید قرار چیکار. من چند وقت تنها تمرین میکنم. من خب شاید بگم باور نکنیم، من ورزش کردم از سال 96 شروع کردم. یعنی زمانی که 8 سال پیش بود، زمانی که 10 سالم. البته به شرط شروع کنم. من الان فکر نکنم مثلا 8 سال سابقه تمرین فلان نبیسارم، نه. اینجا ببین، این قبل تمرینم، یعنی قبل تمرین چه عرض کنم، یعنی زمانی که تمرین کردم. البته من توی سال 96 تا حدود 9400 رزمی کار کردم. بعد دوران کرونا که شد سال 98، واسه بار اول اومدم سراغ بدنسازی. بعد بدنسازی که تو سن 12 سالگی شروع کردم، شد چند؟ 12 سالگی که شروع کردم. خب میگم من چون سنم کم بود دیگه، 12 سال چی نیست عمل. خب به اون صورت جدی تمرین نمی‌کردم، یعنی همون که فقط میومدم باشگاه سرگرم بشم. مدارس تعطیل بود، کرونا بود. و
بیشتر داشتیم گیم، مخصوصا من از سیزن 1 کالاف بودم، یعنی یکی از کالافرهای قدیمم که عاشق همین اینفرنو و فلان بیسار بودم. حالا اونا بکنیم میگم خب از اون موقع شروع کرده بودم. بعد من زمان 98 تا 400 و یعنی 2 سالش که کرونا اومده بود، من هم بدنسازی می اومدم هم میرفتم اسمش بود رزم. من سال حدود 97 اینا نایب قهرمان کشوری شدم توی کیوکوشین کاراته و مدال نقره بردم دیگه توی کشوری. توی بعدش کرونا شد، کلا سالن ورزشی که میرفتم و کاراته رو تخته کردم. حالا تخته کردن که همه چی مجازی شد دیگه، بستنش باشگاه رو. بعد به عنوان اینکه آلودست و کرونا و اینا دیگه سمت کاراته نتونستم. واسه همون یه باشگاه دیگه کنگفو پیدا کردم، کنگفو پرتو. بعد رفتم اونجا که تمرین میکردم. سال حدود 98 کنگفو رو شروع کردم. بعد وقتی زمانی که کنگفو رو شروع کردم، هم بدنسازی میومدم هم میرفتم کنگفو. یعنی یه فکر کنم پسر 12 ساله که واسهتون سند میارم عکسشو میذارم، توی سن 12 ساله ساعتهای 6 عصر تا 8 بدنسازی تمرین میکردم، 2 ساعت بعدش رو میرفتم کنگفو کار میکردم. حالا شاید مسخره به نظر بیاد ولی جدیت کار همینه. یعنی من به هیکلم شاید نخوره اینقدر تمرین و ورزش، ولی واقعا اینقدر سابقه دارم. حالا عکسش هم میذارم. من توی همون سنه بودم که 12 13 14 سالگی من رژیم سخت میگرفتم. بعد چون رزمی هم کار میکردم بدنم خیلی لاغر شد. یعنی من داشتم فشاری رو خودم میآوردم که شاید الان به خودم نمیارم. این فشاری که اون موقع رو خودم میآوردم الان اینطوری تمرین نمیکنم. یعنی فکر کنم 4 ساعت یه ضرب 5 ساعت یه ضرب تمرین میکردم، 2 تمرین مختلف، بدنسازی بعدش رزمی. عرضم حضورتون که خب رفتم توی کنگفو که تمرین میکردم. 2 سال که تمرینمون گذشت. بعد 2 سال توی سال 400 من آسیب هر کنگفو حرکت نمایشی هم داشت. واسه هم من وارو داشتم تمرین میکردم، همون پشتک به عقب زدن خودمون دیگه، همون پشتک خودم میپرم میچرخم بهش میگم وارو زدم، ولی خب نتونستم بچرخم. واسه هم افتادم، نمیدونم الان میفته بذار نشونتون بدم. افتادم و دستم شکست. خب هر دو تا استخونش بذارید ببینید. توی سال 400 بهم گفتن که آقا چون 2 تا استخونم با هم شکست مجبور شدم تمرین رو بذارم کنار واسه مدت. پلاتین خورد و بعدش فعلا که تمرین گذاشتیم کنار. تا اون موقع من خیلی رژیم خوبی گرفته بودم، شکمم بهتر شده بود. البته درست تا اون فشار خیلی، ولی خب داشتیم دیگه. حدود 3 ماه اینا من تمرین گذاشتم کنار توی بعد شکستگی دست. یعنی آبان 400 دستم شکست تا بهمن اسفند 400 نرفتم باشگاه. بعد اسفند و اینا دیگه باشگاه رو تمرین رو شروع کردم. البته دیگه رزمی رو شروع نکردم. رزمی همون موقع دیگه پروندهش بسته شد. البته توی باشگاه خودم تمرین میکردم، ولی اینکه دیگه باشگاه رزمی برم نرفتم. بدنسازی حالا بعد توی سال 400 دوباره شروع کردم. خب توی اون 3 ماه چون سن رشدم بود خیلی در واقع 3 ماه چون رژیم و اینا میگرفتم دستم شکست، کلا رژیم و اینا رو گذاشتم کنار، وزن زیاد گرفتم. دوباره برگشتم به اون حالت خود، یعنی دوباره چاق شد. خب ولی خب بازم برگشتم و تمرینم شروع کردم. چون دیگه انگیزم از بین رفته بود. 2 ماه میرفتم، 1 ماه نمیرفتم، 3 ماه میرفتم، 1 ماه نمیرفتم، تا چون پلاتین دستم پلاتین داشت نمیتونستم باهاش تمرین کنم. واسه همون انگیزم خیلی از بین رفت توی فکر کنم مثلا 14 سالی. بعدش عرضم به حضورتون که 1 سال گذشت دوباره عمل کردیم که پلاتینا رو در بیاریم. عمل انجام دادیم و پلاتین رو در آوردیم و بازم چند ماه نتونستم، چون بقیه داشت و دستم عفونت کرده بود. چند ماه نتونستم دوباره برم باشگاه. دوباره بعد من برگشت بالا اولش. می‌بینید یعنی چون میومدم و می‌کردم اتفاقا باعث شده بود که دیگه من نتونم
اون انگیزه‌ای که داشتم اون نگه دارم، اون رژیمم اون نگه دارم، اون بدنی که ساخته بودم اون نگه دارم. الان واسه عکسش رو فکر کنم پیدا کنم میذارم. خب این بدن مثلا فکر کن چیز بود، بعدش شکست و کلا از بین رفت که حالا عکس بعدش هم همون بدنم من مثلا دیگه چون بیزوق شده بودم پشت بازو رو نگاه کن شما چقدر در واقع چرم پر چرم شده. خب خلاصه بعد 402 که دیگه دستم دوباره عمل کردم مجبور شدم که باشگاه رو فعلا بذارم کنار. وزنم دوباره برگشت. وزنم که برگشت دیگه خب انگیزم بازم از بین رفته بود دیگه. ببخشید. خب انگیزه خیلی از دست داده بودم. واسه همون سخت بود دوباره شروع کردم. ولی بازم شروع کردم. ببخشید. دوباره که شروع کردم خب اوایلش دیگه انقدر به صورت جدی واردش نشده بودم. اوایل تمرینم دیگه انقدر به صورت جدی وارد نشده بودم که رژیم بگیرم و اینا. واسه همون زود در واقع خیلی خسته میشدم. یه روز میرفتم یه روز نمیرفتم. خب میگم یه دوران یه اوجی داریم یا افتی داریم دیگه. اونم افت ما بود که الان میگم چون اون شکستگی دستم باعث شد چند وقت من بعد شروع دارم وگرنه از اون موقع تا حالا شاید خیلی تغییر کرده بود. عرضم به حضورتون که بله بعدش دوباره تمرین شروع کردم. دوباره با وزن حدود 90 کیلو تمرین شروع کردم. 90 کیلو بودم بله. سال 403 البته اوایل 403 90 کیلو بودم. بعد وزن کم کردم و اومدم روی 70 کیلو که دیگه سال آخر کنکور داشتم و فلان. سال آخر دبیرستان از شدت استرس و اینا بازم من وزن میگرفتم. یعنی چون درس خوندم واسه اون فشار می آورد استرس می آورد. هر چقدر تمرین می‌کردم تغذیه رو نمی‌تونستم کنترل کنم. واسه همون مثلا فکر کن 90 کیلویی که کم کرده بودم اومد رو 80 کیلو رو که در واقع اواخر که نه آره اواخر سال 403 80 کیلو بودم. بعدش چون میگم باشگاه رو من اینطوری بدون انگیزه داشتم پیش می‌بردم. بعدش به خودم تصمیم گرفتم که این وضعیت بده. یه بدن من عکسش دارم اینم واسه 403 یعنی فکر کنم بهمن 403 این عکس که می‌بینید یه بدن خیلی لش و در واقع پر چربی و پر آب. بعدش عرضم به حضورتون که آره اواخر 403 با خودم تصمیم گرفتم که دوباره باشگاه رو شروع کنم. باشگاه رو وقتی شروع کردم ولی این سری با انگیزه و رژیم و نگهداری بیشتر. واسه همون الان که آذر 404 یعنی حدود چند ماه بود بذاریم حدود 10 ماه از تمرینم به طور مداوم. یعنی من توی این 10 ماه شاید بگم بهتون جمعاً مثلا میگم یک روز شاید تعطیل کرده باشم دروغ نگم. شاید مثلا توی این 10 ماه 3 بار اتفاق پیش اومده که من به غیر از سه‌شنبه و جمعه تعطیل کنم تمرینم. میگم این سری با مداوم و تمرین بیشتر اومدیم سراغ ورزش کردن. بعد تغذیه و رژیم و همه‌شو نگه داشتیم. عرضم بزرگتون که چون همه‌شو نگه داشتیم بدنم خیلی تغییر کرد. الان حدود 70 کیلو هم 70 کیلو یا 72 تو این حدود 72 کیلو هم که بدنم نسبتاً ورزیدتر شده، چربیش کم شده، آبگیری کردیم، فلان کردیم. حالا قراره همین انرژی رو که با این افتان خیزانش گذرونیم باشگاه رو با همین انرژی بریم سراغ 20 سالگی. 20 سالگی قراره تا 2 سال بعد که با شما در ارتباطم هر روز تمرین کنم، هر روز ویدیو بذارم تا هم خودم استمرار نشون بدم، مجبورشم به خاطر شما عشقا هر روز بیام باشگاه، به خاطر انرژیایی که توی کامنت ها میدید بیام باشگاه تمرین کنم و ادامه بدم و هم این مسئله باهاتون به اشتراک بذارم تا 2 سال بعد که قراره با هم دیگه یه تارگت بلند مدت رو بزنیم بریم روی استیج مسابقات رو تمرین کنیم.
ارزم به حضورتون که آره خلاصی که اینطوری هست. تموم شد. ممنونم از شمایی که لطف کردید به من ویدیو رو تماشا کردید. واقعا ازتون ممنونم. دمتون گرم. مرسی.